خانم شریفی، من تذکره ندارم، چجوری میتونم پاسپورت بگیرم؟ اگر میخوای بدونید چجوری، این ریلز رو تا آخر ببینید. خب حالا خواهرم تذکره الکترونیکی داره، میتونه پاسپورت بگیره؟ با تذکره الکترونیکی میتونه به راحتی بره سفارت افغانستان و درخواست پاسپورت بده. پدرم تذکره دفترچه‌ای دارم. با تذکره دفترچه‌ای، چون که اینا برای افراد بالای 40 سال هست و دیگه صادر نمیشه، باید بفرستین افغانستان اقارب پدری براتون تذکره کاغذی جدید بگیرن، ترجمه کنن و تایید وزارت خارجه افغانستان رو انجام بده و براتون بفرستن. برادرم تذکره کاغذی دارن، اما تذکرهشون بدون تاییدیه وزارت خارجه است. این که تذکره کاغذی داره، این خیلی خوبه و یه مرحله جلو هستش. فقط اینو باید بفرستین افغانستان تا کارهای ترجمه و تایید وزارت خارجه رو اقارب پدری انجام بده و براتون بفرسته. خب خانم شریفی، نگفتید من که تذکره ندارم چجوری میتونم پاسپورت بگیرم؟ برای شما هم اقارب پدریتون میتونن با توجه به تذکره پدر و برادرتون تذکره غیابی بگیرن و بفرستن. فقط نکته‌ای که وجود داره، برای گرفتن پاسپورت شما حتما باید کارت آمایش یا اقامت ایران رو داشته باشید و برای اینکه بدونید مراحل گرفتن تذکره غیابی چطور هست، میتونید برای ما کلمه غیابی رو کامنت کنید.